سلام دوستای قشنگم. امروز میخوام بهتون یه شنیون عروس جذاب آموزش بدم. پس ما رو دنبال کنید و تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. برای شروع ابتدا موها رو توی نقطه صفر سر محکم به وسیله کش میبندیم. واسه حرج دادن به زیرسازمون میتونیم از پروتزهای سیلیکونی استفاده کنیم. پروتز رو در اطراف مو قرار میدیم و با استفاده از گیره اون رو فیکس میکنیم. انتهای مو رو به چند دسته تقسیم میکنیم. میتونه دسته ها کوچیک باشه، میتونه دسته هاتون بزرگ باشه. این دیگه سلیقه‌ایه و بستگی به سلیقه خودتون داره. دسته ها رو میتابونیم و پیچ میدیم و به صورت بی نهایت در بالای سر و جاهای مختلف شنیون فیکس میکنیم. کشی هر دسته خیلی توی زیبایی دیزاین مو تاثیر داره. به حرکت دست من نگاه کنید. چطوری موها رو به دور خودشون پیچ میدن و در نهایت در بالای سر به شکل بی نهایت قرار میدن. دیزاین مو در بالای شنیون سلیقه‌ایه. باید طوری اونها رو دیزاین کنیم که هیچ جای خالی نداشته باشه. این سمت از قسمت سر رو هم به همون روش دیزاین می‌کنیم. دنبال کنید و حتما تا آخر ویدیو رو ببینید، چون در انتهای ویدیو میخوام یک مدل از نصب تور عروس رو بهتون آموزش بدم. اگر دیدید حجم موی مشتری به اندازه کافی نبود و کم بود، میتونید با استفاده از موی اضافه قسمت‌های بالای سر رو دیزاین کنید.
اتمام کار با استفاده از اسپری فیکس اونها رو محکم در جاهای مناسب خودشون قرار میدیم. از اتمام کار میتونید برای جلوی از ریسه یا از تاج استفاده کنید و اون رو با گیره توی موهاتون فیکس کنید. روش‌های مختلف زیادی برای نصب تور عروس در شانیانه‌های بالا وجود داره که ما اینجا یکی از اصولی‌ترین روش‌ها رو به شما آموزش میدیم. در قسمت پشتی و زیری شانیون تورمون رو نصب می‌کنیم. تور رو از قسمت وسط و مرکز تاق می‌کنیم و با استفاده از یک کش